حاج ناصر تاجر خوشنام بازار فرش بود. به یک قانون نانوشته معتقد بود و همیشه به همه همینو میگفت راز مگو اگر بین 2 نفر بمونه دیگه راز نیست، اما اگه بین 7 زن بمونه هنره. اون سالها مثل یه بندباز روی طناب باریک دروغ راه رفته بود، بیان که بدونه طناب از هر 2 طرفش در حال سوختنه. ناصرخان مردی بود با کت و شلوار اتو کشیده و تسبیح شاه مقصودی که همیشه بین انگشتاش میچرخید. اون به بهونه تجارت ابریشم و عتیقه و فرش مدام در سفر بود. از تبریز به اصفهان، از شیراز به مشهد، از اهواز به رشت. اما محموله واقعی حاج ناصر در این سفرها نه ابریشم بود و نه سفال. ناصرخان در هر شهر خانه‌ای مخفی و زنی داشت که گمان می‌کرد تنها ملکه قصر اونه. حاج ناصر توی بازار تاجر بسیار خوشنامی بود. همه سرش قسم می‌خوردن. اما حاجی ما یه راز داشت. نه یه راز، بلکه 7 راز. اون توی 7 شهر ایران 7 تا زن داشت که هیچ کدوم از وجود اون یکی خبر نداشت. تا اینکه یه شب طبل رسوایی طوری بلند شد و پیچید که هنوزم بازاریا دربارش حرف میزنن. تو هم میخوای بدونی چطوری این طبل صداش در اومد و چه اتفاقایی افتاد؟ با من همراه باش. مطمئن باش که شوکه میشی. ناصرخان مردی با محاسن آنکارت و تسبیح شاه مقصود به دست. استاد مهندسی زمان بود. اون به بهونه‌های تجارت ابریشم تقویم زندگیشو بخش بندی کرده بود. شنبه تا دوشنبه تبریز پیش شوکت خانم. حاج ناصر اونجا یه مرد سنتی و مذهبی بود. 3 شنبه تا 5 شنبه شیراز پیش نیره خانم. ناصرخان اونجا عاشق حافظ و فال چایی بود. آخر هفته هم تهران پیش آذر خانم. آقا ناصر اونجا کت شلوار می پوشید و ادای بیزینسمنای متمدن رو در می آورد. ناصرخان یه دفترچه کوچیک چرمی داشت. این دفترچه بایگانی فریب بود. توش نوشته بود که کی چه عطری دوست داره، چه غذایی دوست داره، کی به چی حساسیت داره و از همه مهمتر دروغایی که به هر کدوم گفته بود و یادداشت میکرد تا سوتی نده. همه چیز از جشن 70 سالگی ناصر شروع شد. حاج ناصر که حالا ثروت زیادی هم به هم زده بود یه عمارت فوق مجلل در لواسون خرید. اون میخواست یه مهمونی با شکوه بگیره، اما ناصر پیر شده بود و حواسش هم پرت بود. به شاگرد حجرش گفت مراسم افتتاحیه عمارت، به تمام خانواده هم کارت دعوت بفرست. شاگرد که لیست مخاطبین دفترچه چرمی رو پیدا کرده بود فکر کرد اینا شرکای تجاری یا فامیلای دور هستن. برای همه اون 7 زن کارت دعوت طلایی فرستاد با این متن: منتظر دیدارتان در عمارت جدید ناصرخان هستیم. باورم نمیشه که شاگردی همچین کاری کرده. حاج ناصر هنوز نمیدونه چه بلایی سرش اومده. کیفش کوکه. بنده خدا الان آوار رو سرش خراب میشه. بریم با هم ادامه داستانو گوش کنیم ببینیم چی شد. ساعت 5 عصر باغ لواسون بوی گل رز و عود میداد. ناصر با اعتماد به نفس لب استخ ایستاده بود. ناگهان ماشین اول وارد شد. شوکت از تبریز. ناصر شوکه شد، اما تا خواست جنب بخوره ماشین دوم رسید. مهری از اصفهان. وای، ناصر خشکش زد، اما کابوس تموم نشد که.
ماشینای بعدی یکی یکی از راه رسیدن. آذر از تهران، نیره از شیراز، گلنار از رشت. یا خدا، من که خودم نفسم بند اومد. 7 زن با بهترین لباساشون توی حیاط مقابل هم ایستاده بودن. ابتدا سکوت بود. همه فکر میکردن بقیه مهمون هستن. تا اینکه یه خوش آمدگویی به دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. ممنونم که سابسکرایب میکنید و با لایک و کامنت همراه هم هستید. بریم ادامه داستان رو بشنویم، ببینیم که چه بمبی میخواد منفجر بشه. وقتی 7 زن در وسط حیاط ایستاده بودن، ناصر سعی کرد با همون لحن مقتدر بازار قائله رو ختم کنه. دستی به محاسنش کشید و با صدایی که کمی میلرزید گفت: خانوما، عفیف آقای من، اجازه بدین توضیح میدم. این یه سوء تفاهم بزرگ تجاریه. شوکت زن تبریزی که از همه عاقل‌تر بود قدمی جلو گذاشت و با اباحت تمام گفت: سوء تفاهم تجاری؟ ناصر، من 20 سال با بوی عطر تن تو زندگی کردم. هر وقت میرفتی میگفتی جاده ابریشم بسته شده، نگو داشتی اتوبان دروغ رو میساختی. اینا کی هستن که هر کدومشون طوری نگات میکنن که انگار ارث پدرشونو از چشمات میخوان؟ آذر، زن تهرونی که از همه امروزی تر بود، با پوزخند و نگاه تحقیرآمیزی به ناصر گفت: ارث پدر؟ نه عزیزم، این آقا به من گفته بود پدر و مادرش تو زلزله رودبار فوت کردن و هیچ کسی رو تو این دنیا نداره. میگفت من تنها چراغ خونشم. حالا میبینم اینجا 40 چراغ را انداخته. ناصر، تو تاجر فرش نیستی، تو رفوگر کثافتکاریای خودتی. در این میان گلنار، زن جوانی که از شمال اومده بود، با گریه فریاد زد: ناصر خان، تو به من گفتی اون زخم روی دستت جای چاقوی دزداست که وقتی داشتی برای من جهاز میخریدی بهت زدن. حالا فهمیدم حتما یکی از این زنا با لنگ کفش دنبالت کرده بوده. اتفاق عجیبی افتاد. به جای اینکه زنا به صورت هم چنگ بزنن، دور ناصر حلقه زدن. ناصر مثل موش تو تله افتاده بود. مدام عقب نشینی میکرد تا اینکه کمرش به دیواره سرد استخر خورد. مهری، زن اصفهانیه، با همون زیرکی معروفش کیفشو باز کرد و یه دسته چک بیرون آورد. ناصر خان، یادت هست ماه پیش گفتی بازار کساده و چک داری، از من 500 میلیون گرفتی تا آبروت نره؟ نگو داشتی با پول من برای این خانم شیرازیه گوشواره مرصعی خریدی؟ نیره، زن شیرازیه، بلا فاصله واکنش نشون داد. گوشواره؟ ناصر به من گفت اینا یادگار مادر خدا بیامرزشه که از زیر خاک در آورده. آخ ناصر، تو حتی به مرده ها رم رحم نکردی. تو این لحظه ناصر که دید همه راههای فرار بسته است، خواست مظلوم نمایی کنه. روی زمین نشست و دستش رو روی قلبش گذاشت و گفت: آخ قلبم، فشارم افتاد. الهی که من بمیرم و شماها راحت شین. اما شوکت بالای سرش ایستاد و با صدایی که تمام باغ و میلرزوند گفت: نمیر ناصر، الان وقت مردن نیست، الان وقت حساب کشیه. ما 7 نفر فردا صبح جلوی حجرت تو بازاریم. کاری میکنیم که سنگ فرشای بازارم به حال ریختن آبروی تو گریه کنن. تو فکر کردی ما ابزار سفرهای استانی تو هستیم؟ فردا صبح قبل از اینکه آفتاب بازار تهران رو روشن کنه، 7 زن با 7 وکیل پشت در حجره ناصر خان بودن. ناصر که شب و با ترس تو همون باغ گذرونده بود، وقتی رسید با قفلایی مواجه شد که دستور دادستان روی در زده شده بود. تمام موجودی حسابا،
انبار ابریشم و ویلای لواسون بابت مهریه‌های سنگین توقیف شد. خبر مثل بمب در صنف فرش فروشا پیچید. اعتبار ناصر که بزرگترین سرمایه‌اش بود تو یه روز به خاکستر تبدیل شد. هیچ کس دیگه حاضر نشد با یه مرد حرف زنه معامله کنه. به دلیل ثبت نکردن برخی ازدواج‌ها و فریب در معامله پرونده سنگینی برای اون باز شد. چند ماه بعد ناصرخان که روزی سلطان جاده ها بود در گوشه یک مسافرخانه ارزان قیمت در جنوب شهر دیده شد. او حالا تنها یک زن داشت و اون تنهایی بود. او هر روز به یاد اون دفترچه چرمی می افتاد که در آب استخر شسته شد و تمام نامها و رازهایش رو پاک کرد. درست مثل خودش که از صفحه روزگار محو شد. داستان ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید، اما ناصر به سزای اعمالش رسید. دوستان، داستان ناصرخان فقط قصه یک خیانت ساده نبود. این داستان فروپاشی شخصیتی بود که فکر میکرد با پول و دروغ میتونه روی اعتماد آدما قیمت بذاره. ناصرخانهای روزگار ما شاید ویلای لواسون یا حجره بازار نداشته باشن، اما یه نقطه مشترک دارن و اونم اینه: خیال میکنن زرنگتر از تقدیر هستن. ممنون که تا آخر داستان همراه من بودین. اگر از این داستان خوشتون اومد و فکر میکنید این پیام باید به گوش خیلیا برسه، اونایی که فکر میکنن ما همیشه پشت ابر میمونه، لطفاً همین الان این ویدیو رو برای دوستانتون ارسال کنید. یادتون باشه دنیا گردتر از اونیه که فکرشو میکنیم. مراقب اعتماد آدما باشید. تا ویدیوی بعدی یه قصه دیگه، حق نگهدار.